روبریت استخوان‌های ملی از ترینینگ بین‌المللی آموزشی زیر عنوان قاعده‌های علمی نگاهبینی کالکسیاها که بار نخست در میان کشورهای آسیای میانه برگزار گردید نتیجه گیری نمودند. آموزش توسط لکسیاهای سطح بلند اینتراکتیوی، مشغولیت‌های عملی از جمله کار گروهی و بازدیدهای آموزشی گذرانیده شده. اشتراک کارمندان بخش‌های گوناگون و فرهنگ‌های مختلف محیط مساعده فراهم آورد تا معاشرت و اشتراک مؤثر تامین گردد. در دوام ترینینگ با استفاده از ذخیره‌های موجوده و تشبس‌های داخلدار، علاقمندی میان علم و نگاهبینی کالکسیاها در زمینه محلی آموخته شد. مقصد اساسی گذراندن این کورس‌های آموزشی در آثارخانه ملی، یعنی اگر یکمش آموزشی حالت‌های حفظ نمودن میراث‌های تاریخ باشد و دومیش ما یگان چیز در آثارخانه ملی قید نکردیم که با استانداردهای جهانی جوابگو باشد و من امیدوارم که این تنها سرشوی، یعنی آغاز همکاری ما در این ساحه می باشد و اینچنین ما در آینده کورس‌های آموزشی دیگر را نیز برپا خواهیم کرد. در ترینینگ شرکت کنندگان در مثال مؤسسه‌های خود سطح و روند آموزش، تبادل تجربه‌های داخلداری کشورهای خود، پیشنهاد لایحه عاید به بهتر نمودن نگاهبینی کالکسیاها و استواری در مؤسسه‌های خود را که توسط استفاده اصولهای علمی عملی می‌گردند بیان نمودند. در انتهای جمعیت به اشتراکچیان شهادتنامه‌ها تقدیم گردید. مورد به ذکر است که در ترینینگ بین‌المللی 26 نفر از کشورهای برونی، بنگلادش، برزیلیا، مصر، هندوستان، کنیا، اردن، پاکستان، فلسطین، گوینه نو، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ازبکستان اشتراک نموده. متخصصان با تجربه از کشورهای ژاپن، دانیا، مالزیا و سربیا با آنها مشغولیت گذرانیدند.